کتاب اسمش هست داشتن یا بودن، اثر اریک فروم. اریک فروم متفکر بزرگ قرن 20 بوده، روانکاو بوده، فیلسوف بوده، جامعه شناس بوده و یکی از ویژگی‌های متفکرین قدیمی تر ما، حالا این هم خیلی قدیمی محسوب نمیشه، این بوده که چند بعدی هم بودن. یعنی مثلا من خودم فکر میکردم اریک فروم بیشتر حوزه کاریش روانشناسی، ولی بعداً دیدم که ابعاد کاری مختلفی داشته. ما دیگه از این تیپ آدما هم تو روزگار خودمون به خاطر تخصصی شدن بیشتر دانش خیلی ردی ازشون نمیبینیم. به هر حال اریک فروم هم آدم چند بعدی بوده. 1900 به دنیا میاد در یک خانواده یهودی ارتدوکس و خب خانواده خیلی سنتی و مذهبی داشته. در 1980 هم فوت میکنه، یعنی 80 سال اول در واقع قرن 20 زندگی میکنه. کتاب‌های متعددی داره اریک فروم و کتابی که تو ایران خیلی باهاش معروف شده و خیلی ها اریک فروم با این کتاب میشناسن، کتاب هنر عشق ورزیدن، The Art of Loving در واقع، که خیلی کتاب تاثیرگذاری بوده. کتاباش هم معمولاً پرفروشه